فرمایش. اومدم نجاتت بدم. تمامی واحدها بگویید هرچه سریعتر خودتون رو به موقعیت پل سطح برسونید. همونجا که هستی بمون، راه فراری نداری. تسلیم شو. همونجا که هستی بمون. مقاومت فایده ای نداره. این دیگه چه کوفتیه؟ اخطار میکنم جلو نیا. درگیر بشید، تیراندازی کنید. بچه‌ها من رفتم، بابام اومده. خداحافظ انیشتین. خداحافظ. از کنار برو. سلام پسرم، خسته نباشی. سلام بابا. 100 دفعه گفتم پس کله من نزن. بیا بریم دیگه. وایسادی به چی نگاه میکنی؟ واه ایول، ببین چقدر تماشاگر اومده بازیمون رو ببینه. چی میگی بابا دیوونه؟ ها؟ چی شده سرکار، خبریه؟ چیزی نشده، برگردید خونه هاتون. فعلا چند روزی فوتبال تعطیله. خواهش میکنم محوطه رو ترک کنید. اجازه بدید همکارمون کارشون رو انجام بدن. خب حالا برنامه چیه؟ من یه سر میرم کهف، بعدش برمیگردم میرم خونه. پس منم میرم مغازه بابام. باید رو سالار کار کنم، زنجیرش ایراد داره. منم باهات میام آرش. عجب بعد طوفانی شد یهو. برای طوفان‌های سهمگین‌تری باید آماده بشی جوون. این از کجا پیدا شد؟ متوجه اومدنش نشدم. تو بارون نزده من برم داخل. چطوری زودتر از من اومد داخل؟ وقتش که برسه این تو هستی که باید طوفان بپا کنی. درباره چی حرف میزنین؟ امتحان بزرگی در انتظارته. مثل اینکه اشتباه گرفتین. اما مطمئنم فرزند ابراهیم از عهده‌اش برمیاد. ابراهیم بابا رو میشناسه. شما بابای منو؟ من اومدم. خوش اومدی، خسته نباشی. چه عجب برگشتی خونه، میذاشتی نصف شب میومدی. واسه فضولی کردی؟ به به چه شیرینی، چه خبره؟ خانم محبی آورده. هفته پیش که لباسشو براش بردم حال دخترش خیلی خراب بود. میخواستن عملش کنن اما خدا رو شکر شفا پیدا کرده. عجب دله یه همه رو داره میخوره. بس دیگه. جعبه رو کجا میبری؟ مگه مال توه؟ اینقدر سر و کله هم نپرین. الان دارو تو میارم. مامان دارو تموم شده. حالا چه خاکی به سرمون بریزی؟ نفس عمیق بکش. بیا مامانی یه لیوان آب بخور. ببین چه دست و پاشونو گم کردن. من خوبم بابا. مامان زهرم ترکید. آخه اینم شد شوخی. یادم بنداز فردا حتما داروهاتو بگیرم. نه ترسید، من از شما دوتا سالم ترم. خسته نباشین، این داروها رو میخواستم. سهمیه داروی شما تموم شده. باید تا اومدن سهمیه جدید منتظر بمونی. سهمیه بعدی کی میرسه؟ معلوم نیست، یه هفته دیگه شایدم بیشتر. آخه ما نمیتونیم تا اون موقع منتظر بمونیم. از دست من کاری بر نمیاد. پس شما اینجا چی کار میکنین؟ مردم باید برن خودشون دارو درست کنن؟ بفرمایین، این آدرس شرکت بخش داروه. برین داد و بیدادتون رو سر اونا بکنین. والا اینجا چاله میدون نیست اومدی صداتو گرفتی سرتا. باز چی شده؟ کمکی از دست من برمیاد؟
سهمیه دارویی که میخواد تموم شده. هر چقدر براش توضیح میدم اصلا فایده ای نداره. از صبح تا حالا 10 نفر سرم داد و بیداد کردن. به خدا دیگه کشش ندارم. مادرم اگه داروهاشو مصرف نکنه حالش خیلی بد میشه. شرایطتو درک میکنم، اما واقعا کاری از دست ما بر نمیاد. تا چند روز دیگه یه داروی جدید قرار آماده بشه که میتونه جایگزین خوبی برای این دارو باشه. امیدوارم تا اون موقع. خسته نباشین. خودم میرم یه کاریش میکنم. بیا بابا جون، به اوسام سلام برسون. باعث مرسد فقط مطمئنی کار دیگه ای نداشتی؟ این هم لقمه بهشتی. دمت گرم مرشد، منتظرش بودم. سلام. سلام بابا، باصفا باشی. چرا اخما تو همه؟ چیزی نیست. باز اینا اومدن که. مرشد بزن به حساب. خوب خطتون داره پر میشه. حواسم بهت هست مرشد، خیالت راحت. خوب نیست آدم زیاد گوش بخوره که داره چه به کباب خوردن. های غذاشو پس بده. چه غلطی کرد؟ بچگی کرد دوست شما، ببخشید. زود باش از اوستان معذرت خواهی کن وگرنه اون پدر سوختتو. یه دفعه دیگه اسم بابامو بیاری بلایی به سرت میارم که فراموش نکنی. استاد دماغم. مادر زایده نشده برای آقا شارخ و نوچه ها شاخ بازی در بیاره. دخلت اومده نفله. بس دیگه، تو مغازه مرشدت این اداها نداریم. اما مرشد به بابام فوش داد. غذاتونو خوردید، گرد و خاکتونم به پا کردید. دیگه بسه، برید به زندگیتون برسید. راه بیافتید که آبرومو بردی. اوستا هوا زد. خودت دیری داشتن چی کار میکردن. هر روز میان اینجا غذای مفتی میخورن، همه رو اذیت میکنن و میرن. اصلا شما بهشون رو دادین، اینطوری پر رو شدن. یه عمره کسی از مغازه مرشد گشنه بیرون نرفته پسر. حالا بگو ببینم چی شده که از وقتی اومدی پکری؟ رفتم داروی مامانو بگیرم اما سهمیه تموم شده بود. گفتن هفته بعد میاد، شایدم دیرتر. امیرعلی با تو کار دارن، خواهرته. چرا گوشی تو جواب نمیدی؟ حال مامان خراب شده. زنگ زدم مرجان اومده باید داروهاشو مصرف کنه. میگن آرش جون مادرت هر جا هستی خودتو برسون. خوب شد آدرس اینجا رو گرفتی. حالا خدا کنه اینجا کارمون رو راه بندازن. مگه دست خودشونه، داروشون میکنم. درو وا کنید. چی میخوای؟ در از جا کندی. من اومدم دنبال داروهای این نسخه. سهمیه داروخونه ها تموم شده. حتی اندازه مصرف 1-2 روزم باشه کافیه. حال مادرم خوب نیست. خدا شاهد، من نه سواد دارو دادن دارم نه اجازه شو. کاش زودتر اومده بودید میگفتم دکتر یه نگاهی به نسخاتون بندازه، شاید میتونست کمکتون کنه. دکتر خودش تولیدی دارو داره. الان کجاست؟ اوناشش یه روز زودتر اومده بودید کارتون راه میافتاد. خب آجی زودتر میگفتی. بچه ها بیاین بریم. آرش گمش نکنیم. اسپارش به من. سریعتر برو گمش نکنیم. دارم سعیمو میکنم، بیشتر از این نمیره. دست بس تو چرخت نگنه. ساکت باش بابا. چی شد؟ نامصب بازم زنجیرش در رفت. دیدی گفتم لگنه. ده بجام رفتش. ساکت باش بذار ببینم دارم چه غلطی میکنم. خدایا بهمون رحم کن. خدایا. بپر بالا پسر. به پیش راست. مطمئنی از این طرف رفت؟ آره مطمئنم. فکر کنم اشتباه اومدی. اینجا که اصلا در و پیکر نداره. رد لاستیکش معلومه. همینجاست. من میرم تو. باش سفرم بیام. دست منم بگیری. اینجا دیگه چه جور جاییه؟ بیایید بریم، تو درد سر نشده. اینجا هیچ ربطی به دارو نداره. راست میگه امیرعلی، بی خیال اینجا شو. میریم داروخونه های دیگر رو میگردیم.
شنیدین؟ یکی کمک میخواد. اینجا ملک خصوصی هرچی هم باشه ربطی به ما نداره. گیرمون بیارن تو هچل میافتیم. بیایید تا صاحبش نیومده بزنیم به چاک. شما برین دمه در، من سریع یه نگاه میندازم میام. هر بابا بیخیال شد دیگه. امیرعلی یادت رفته برای چی اومدی؟ راست میگه. بیا بریم دنبال دارو. یه آزمایشگاه، اونم توی همچین جایی. اینا چیه؟ تتراکلورو چی؟ سدیوم سیا؟ آها، این یکی رو دیگه میدونم. هیدروژن پراکسید، ازش برای سوخت موشک استفاده میشه. صدا از اینجا میاد. خدا تو برگشت خلاصم کنید. دیگه نمیتونم تحمل کنم. چی کار داری میکنی؟ امیرعلی بیخیال شد. جون من بیا بریم. این بدبخت داره درد میکشه، باید کمکش کنیم. خلاصم کنید. نگهبان گفت چند تا بچه اومدن دنبالم اما جدی نگرفتم. به آزمایشگاه دکتر اصلان خوش اومدین. شما اینجا چی کار میکنی؟ اینجا چه خبره؟ چرا این آدم ها اینطوری شدن؟ بهت که گفتم تا چند روز دیگه قراره داروها برسه. منتظر نتیجه قطعی روی نمونه‌هایی که میبینی بودم. یعنی داروها این بلا رو سرشون آورده؟ به زودی خیلی ها تو شهر این شکلی میشن. اما ما نمیذاریم همچین غلطی بکنیم. امیرعلی نه! مامان بهتری؟ آوردمت بیمارستان. بذار پرستار رو خبر کنم. خانم پرستار وایسا، امیرعلی کجاست؟ نگران نباش، رفتی داروهاتو بگیره. الان پیداش میشه. ریحانه عزیزم، خوب به حرفایی که میخوام بزنم گوش کن. مرتضی، آرش، این تازه فاز اول نقشمونه. خیلی اتفاقا قراره بیافته. یعنی چی؟ میخواد همه رو تبدیل به هیولا کنه؟ چرا میخوای همچین بلایی سر مردم بیاری؟ دوران جدیدی تو راهه. هرچند تا وقتی به چشم نبینی نمیفهمی دارم چی میگم. البته اون موقع دیگه زنده نیستی که بفهمی دارم درباره چی حرف میزنم. با این همه آسیبی که دیده نباید حتی بتونه سر پا بیسته. دیگه پر رو بازی بسته. اون قدم که ادعا میکنی باهوش نیستی. الان یه جرقه کافیه تا کل اینجا بره هوا. اگه اینجا منفجر بشه خودتو دوستاتم میمیرین. بهتر کار احمقانه ای نکنی. من میتونم مادرتو کامل درمان کنم. عاقل باش. به هر قیمتی شده نمیذارم بلایی سر کسی بیاری. دست از لجبازی بردار. با من به هر چی بخوای میرسی. به رفیقات فکر کن. ولی آرش و مرتضی چی؟ اونا دیگه کدوم گوری رفتن؟ ای ول، بچه ها فرار کردن. این از توفان امیرعلی.